مرد خانه آمد و دید که اوضاع زنش بجاست. پرسید: تنجیست؟ چی شده به تو؟ زن دغلانه پاسخ داد: از این کمپیر مادرت هیچ خوشم نمی آید. انتخاب از توست، یا من یا مادرت. مرد که از دین و دیانت دور بود، مادر پیرش را برده در یک جنگل کلان بالای یک سنگ شنانید و خودش برگشت. آمد و شکلش را دیگر کرده به نزد مادرش رفت تا ببیند که او را یگان حیوان وحشی خورده است یا نه. وقتی رسید دید که مادرش در همانجا گریه دارد. آمد و سلام داده پرسید: خواهر، چرا گریه داری؟ مادرش اشکالش را پاک کرده علاوه کرد: پسرم مرا اینجا گذاشت و خودش تنها برگشته رفت. جنگل پر از حیوان وحشی است. نگرانم که یگان حیوان به او ضرر نرساند. مرد این را شنیده نزد پای مادر به زانو زده با آوازی بلند گریست و از خدا طلب مغفرت کرد و مادرش را گرفته به خانه برگشت. آه، قربان خاک پایت شوم مادر جان. دوستان، رفیقان، مادران را قدر کنید، احترام کنید تا روز پشیمان